الله میگوید از گناه دیگران درگذر و همیشه به معروف به نیکی دیگران را دعوت کن و اعرض عن الجاهلین. و سیوم چیز، از جاهلان، از بیسوادان روی گردان، یعنی با آنها اصلا برابر نشو. اولا خذ العفو، یعنی از گناه دیگران ببخش. عزیزان، آنهایی که با، یعنی بعضی انسان های هستن که اصلا ارزش بخشیده شدن ندارن، اما انسان های زیادی هم هستند که آنها گناه کردند و اعتراف میکنند، یا که ما خودمون شاهد هستیم که گناهی که آنها کردند برقصدانه نبود. یکون از نزدیکان ما هستند، از خویش و تبار ما هستند، و وقتی ما مدام درباره گناه کرده آنها یا خطای کرده آنها فکر میکنیم و یک احساس قصاص گرفتن در ما هست، خود ما آرام نمیگیریم.